عجیب ترین شهر دنیا. فکرشو بکنین تو شهری زندگی میکنین که جزو گرون ترین شهرهای دنیاست. از نظر معماری بسیار زیباست، آب و هوای خیلی خوبی داره، ولی یه مشکل کوچیک داره. اونم اینه که این شهر جوریه که انگار به جز شما کسی توش زندگی نمیکنه. میخوام اشقابادو بهتون معرفی کنم، پایتخت کشور ترکمنستان. این شهر به شکل عجیب و غریبی خلوته. تقریبا هر توریستی که به اینجا سفر میکنه متوجه میشه که انگار به جز خودش کس دیگه ای تو این شهر زندگی نمیکنه. بیشتر از 90% ساختمان‌های این شهر خالی از سکن است و تقریبا از مردم خود ترکمنستان هم کسی به اینجا نمیاد. حالا دلیل اینکه هیچ کس به اینجا نمیاد چیه؟ دلیلش اینه که ساختمان‌های مسکونیش خیلی گرونن و قیمت‌های فضایی دارن. قیمت ساختمونا معمولاً از 200,000 به بالا شروع میشه و چون اقتصاد ترکمنستان خیلی خوب نیست و مردم فقیری داره، توانایی اینو ندارن که تو این شهر گرون زندگی کنن، چون درآمد ماهیانشون نهایتاً ماهی $300 و همین باعث شده که این شهر به این وضع دچار بشه و لقب خلوت‌ترین پایتخت دنیا رو بگیره. خیلی‌ها میگن که خود دولت ترکمنستان از قبل میدونسته که هیچ کس نمیتونه تو این شهر گرون زندگی کنه، ولی به خاطر اینکه به دنیا نشون بدن که کشور پیشرفته‌ای هستن و زندگی اونجا خیلی گل و بلبله، این شهر رو به صورت نمادین ساختن. ولی خب در حال حاضر هیچ کاربردی برای مردم خودشون نداره و فقط جنبه تزیینی داره. این شهر خالی از سکن است، خیابوناش هیچ ترافیکی نداره و این برای پایتخت یک کشور واقعا چیز عجیبیه. جالبه بدونین اشقاباد گرونترین شهر جهان برای خارجی ها هم هست. این شهر به معماری پرزرق و برقش مشهوره و رکورد جهانی پرتراکم‌ترین ساختمون ها با نماد مرمر سفید رو هم داره که سنگ گرونیه. این شهر به شهر مرده هم مشهوره و جالبتر اینه که این شهر قشنگ و ساختن، ولی حکومت انقدر سختگیر و سرکوبگره که کمتر کسی به این کشور سفر میکنه و اگرم کسی بخواد به این کشور سفر کنه مراحل اخذ ویزای خیلی سختی داره. خلاصه که نوبریه واسه خودش. حالا شما بگین اگه پول داشتین تو این شهر زندگی میکردین؟ تو کامنت ها به همون بگین. اگه از این دست ویدیوها خوشتون میاد لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین، چون قرار کلی از این ویدیوهای جالب براتون بذاریم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین.